در فصل اول ریاضی هفتم شما با 8 راهبرد حل مسئله آشنا میشین. اولین راهبرد حل مسئله و حتی میشه گفت یکی از مهمترین راهبردهای حل مسئله که در پایه‌های بعدی هم مدام از اون استفاده میکنید، راهبرد رسم شکله. یعنی کشیدن یک شکل مناسب که میتونه به حل مسئله به شما کمک کنه و گاهی اوقات به طور کامل اون رو حل کنه، به طوری که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشه. گاهی ممکنه شکل رو فقط تصور کنید و اون رو رسم نکنید، اما اگه رسمش کنید خب بی‌دقتیتون کمتر میشه. پس اگر سوالتون جوری بود که میتونستید برای شکلی رسم کنید، حتما برای اون اول یک شکل رسم کنید و بعد شروع کنید به حل کردن اون. البته منظور از شکل یه شکل خیلی ساده است. مثلا اگه به شما میگه یک باغچه‌ای داریم که به شکل مستطیل، شما فقط یه مستطیل ساده میکشین، قرار نیست مداد رنگیاتون رو بردارید و یک باغچه نقاشی کنید. پس با ساده ترین اشکال ممکن که اشکال هندسی هستن میتونید بعضی از سوالات رو حل کنید. به سوالی که میگم دقت کنید. یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر رو داریم. اگه به فاصله 1 متر از لبه باغچه دور تا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟ میخوام اول از همه خودتون تلاش کنید این سوال رو حل کنید. بازم میگم اول سعی کنید یه شکل خیلی ساده برای اون رسم کنید و از اونجایی که گفته به فاصله 1 متر از لبه باغچه میخوایم نرده بکشیم، از شکلی که کشیدین 1 متر مثلا فاصله بکشید، نردتون رو رسم کنید و بعد ببینید چه مقدار نرده نیاز دارید. منتظر جواباتون هستم.